با سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان دوستان. با کلی سختی یه توری با میلگرد و کلی میلگرد و توری و جوشکاری و تشکیلات اینا اومدیم یه جایگاهی براشون درست کردیم. این چقدر جالب شده. اینو آوردیم که جوجه ها و کبوترهای بزرگ رو از هم جدا کنیم. الان اینا کبوترهایی هن که نیومدن. خب اینم این گرد هست، این میلگردا اومدن که ببینم چجور میشه. خب دوستان چند تا از جوجه های کبوترامون در اومد توی این چند روز که فیلم نداشتیم براتون. چند تا از جوجه ها در اومدن و الان خواستیم نشونتون بدیم. این دو تا از جوجه های این کبوتر ماش و کاغذی هستن. اینم حالا ببینیم، حالا فکر کنم یک دونه از تخمای اینم تبدیل، بله دوستان ببینید یک دونه از تخماش هم تبدیل به جوجه شده ولی یک دونه شون نشده. این اون کاغذی آنتیکمون است که شونشون پر است. خب اینم نشده، اینو چک کردیم قبلا. و این جوجه بالایی هم که ماشاءالله بزرگ شده حسابی. این یک دونه از تخماش شکست، حالا فیلمش رو نگرفته بودیم خدمتون. اینم دوستان، اینم این جوجه تقریبا 7-8 روزشه و فکر کنم پلنگ از آب در اومده. و جوجه این دوتا کاغذی آنتیکمون تخمش رو گذاشتیم ولی چون فاصله تخم زیاد بود دیگه اون تخم رو سرش ننشستن و الان ماشاءالله می‌بینید اینم که عالی شده. بذاریم سر جاش. اینم از این. و دوستان کبوترهای خیلی خوبمون این دوتا بودن که یکیشون تبدیل شده به یه زاغ عالی. حالا فیلمش رو کامل براتون میگیریم. ماشاءالله ماشاءالله. این زاغ و اینم جوجه های اون سرخ و اینم جوجه های اون سرخ و کاغذی ما هستن. به این دوستان این ببخشید سرخ و گوره، جوجه های سرخ و گوره ما هستن. این سرخمون، این سرخ و گوره و سیاه هم رنگ سیاه داره، هم سرخ داره و هم رنگ سفید داره، ولی این کاملا زاغ و سرخه. یه جوجه فوق العاده آنتیک اینوری این یه جوجه آنتیک در اومده. اینم هم یه گوره که هم سیاه داره هم سرخ داره هم زاغ، هم رنگ‌های مختلفی ازش در اومده که خدا رو شکر. خب حالا دوستان نگاه کردم الان دونم نداشتم و الان باید براشون دونم بذارم. خب دوستان دیگه تغییرات خاصی نداشتیم توی این چند روز که این جوجه‌ای که الان دیدید این زاغ و گوره از این گوره سیاه همون بوده و سرخ مادره که اونجا. ببینید حالا غذا هم ندارن، غذا هم باید براشون بریزم. حالا چند لحظه فیلم رو قطع میکنم. دوستان این توقی و این سرخ و توسی هم تخم گذاشته بودن که حالا توی فیلم آخر نشونتون دادم. این سرخ که دومش توسیه اینا هم تخم گذاشته بودن که اینا هم تخماشون توی این 1-10 روز آینده هم این رنگیه هم این توق و سرخ توسی جوجه هاشون در میاد.
خب دیگه چیز خاصی نداریم، فیلم رو قطع کنم که برم آب و دون اینا رو بدم. الان کاملا دونشون خالیه و جوجه هم دارن جیگ جیگ میکنن. دوستان خیلی پروژه سختی بود این چند روز که هیچ فیلم نذاشتیم، در حال ساختن این توری بودیم. خیلی اذیت شدیم واقعا برای درست کردنشون. الان ببینیم یه جوری درستشون کردیم که میرن روی این چیزشون هم میشینن و هم آب دارن هم حالا دونم ندارم، دونشون خوبه. و خب الان این هم که نشستن اینجا، این هم به خاطر این میلگردها نشستن. اینا اونایی که از اول گذاشتیم بیرون بمونن دیگه. چیز خاصی نمونده، بقیه همون کبوترهای دیگری من. الان ببینید دارن نوک به زمین میزنن، میدونن که الان اومدم براشون دون میزنم. خب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.